کنسرت جدید غزال عنایت و لیلا خان به بار اول در اروپا. غزال عنایت چرا با لیلا خان کنسرت برگزار می کند؟ این کنسرت چه تاریخی برگزار خواهد شد؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. غزال عنایت هنرمند خوش صدا، خوش سیما و ناماشنای کشور است و کارهای هنری خود را از سال 2006 به طور پنهان آغاز کرد. بعد از آن که به کشور کانادا رسید، با اجرای آهنگ دوگانه با قیس الفت شاهزاده غزل افغانستان چهره خود را در ویدیو کلیپی که با آقای قیس اجرا کرده بود به نمایش گذاشت. غزال عنایت در میان مردم افغانستان، مردم تاجیکستان و مردم پاکستان از شهرت خاصی برخوردار است. غزال از ولایت زیبای لغمان است و نه تنها هنرمند خانواده اش است، بلکه دو خواهر دیگرش هم راه هنر خوانندگی را انتخاب کردند. غزال عنایت همواره با آریانا سعید ملکه دلهای افغانستان در رقابت بوده است. قرار است این روزها آریانا سعید با شبنم ثریا کنسرت بزرگی در تاجیکستان برگزار کند و غزال عنایت بر ضد آریانا سعید خواسته با ستاره موسیقی پاکستان خانم لیلا خان کنسرت مشترکی را در چندین شهر اروپا برگزار کند. لیلا خان هم برگزاری کنسرت ها با غزال عنایت را با جبین گشاده قبول کرده است. این کنسرت ها قرار است در شبهای سال نو میلادی در اروپا برگزار شود. ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم، از جمله غزال عنایت. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.